در فیلم حجتی خیانت ما شما تماشا کردیم و خیانت‌های چندین ساله‌ای که تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی بالای مردم بار کرده بود و مردم را گمراه کرد و عیناً امروز مردم خود بار دیگر باوری حاصل کرده ایستادند که همین فعالیت‌هایی که حزب تروریستی اکستریمیستی نهضت اسلامی در دوره‌های فعالیت خود یعنی خیانت را بالای مردم تاجیکبار کرد، از عقیده و اعتماد دینی مردم باور کرد، در سالهای 91-92 بر دوش مردم میرساندند که اگر کسی که بلیت حزب نهضت اسلام ندارد وای مسلمان کامل نیست. این بود که اعتقاد دینی مردم را آنها استفاده برده دروغ را بالای مردم بار کرده. حالا که وقتی که انسان از دنیا میگذرد از او پرسان میشوند در قبر، هیچگاه از او پرسیده نمی شود که بلیت حزب نهضت اسلامی داری یا نداری، یا تو در حزب نهضت اسلامی بدی یا نبدی. یکی انا همین تشکیلات تروریستی اکستریمیستی انا همون دولت توانست با انا همین عقیده های پوچ و بافته که میان مردم بالای سر مردم بار کرد، خیانت خود را بر این ملت بار انداخت و چنین کارهای نادرست را بر این ملت روا دید. بزرگان میگویند هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. اگر راهبریت تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلامی از آن جمله کبیری و دیگر هم مسلکانی و اگر ایمان مردی و جوان مردی داشته باشند، نام ملت را در دیگر دولت با پستی بردن این نشانه مردی نیست. در مرد اصلا این عادت باید نباشد. همچنانی که ما در نوار دیدیم برآمد کردن، در برآمدها هم قید کردن چگونه مردم تاجیک را، فرزندان مردم تاجیک را گمراه کرد، به خاطر گرایش مذهبی بیگانه بود، از نام دین مبین اسلام استفاده بود، خواست با این مردم را بار دیگر به مذهب بیگانه گرایش دهد و به واسطه همون خواجگانش در کشور عزیز ما ناآرامی را بیارد. اگر با فعالیت تخریبکارانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساعت‌ها سخن گوییم کم است، چون که این درد ملت است که ملت را فریب داد، میخواست ملت را فریب کند، بسیاری مردم را فریب داد. تشکر به آن نفرانی که امروز در اول همون فیلم قید میگردد که اشتباه بخشیده می شود اما خیانت نیست. فرقی از اشتباه بین خیانت است. امروز اون آدمانی که جوان مردانه آمدن، انا همین ملت، انا همین دولت، انا همین راهبر، همچون جوان مرد تمام این مردم را بخشید فقط به خاطر وحدت ملی، یکدیگر فهمی، احترام به ارزش‌های ملت، دوست داشتن ملت، پیش از همه منفعت ملت و دولت از همه منفعت‌ها باید بالاتر باشد.